سوال داریم از یه دانش آموز نهم به دهمی. سلام، خوب هستین؟ ممنونم، من خوبم. امیدوارم شما هم خوب باشین. گفتم امسال میرم دهم برنامه‌ریزی روزانه هفتگی داشته باشم. کلاس‌های ماز رو ثبت نام کردم، ولی خب خیلی سردرگمم و انگار یه دنیای بزرگ روبروم باز شده. خب من به این دانش آموزمون چی دارم بگم؟ ورود به دنیای متوسطه دوم، به خصوص اگه خیلی نگم جوگیر شدی ولی جدی شدی انگار و میخوای برای یه هدف آینده‌ات آرزوت تلاش بکنی و یکو احساس میکنی اون روش‌های قبلیت، منابع قبلیت، کلا طرز زندگی کردن، درس خوندن انگار مناسب این وضعیت نیست، کاملا طبیعیه. و بنابراین یک دانش آموز باید بدونه که من در این شروع راهی که هیچی بلد نیستم دو راه دارم. یکی آزمون و خطاست، مدام حالا بخونم، آزمون برم و اشتباهاتم رو اصلاح بکنم. این یه راهیه، یه روشیه که البته پرهزینه است، چون باعث میشه که اطلاق وقت داشته باشی. برای دانش آموزی که میخواد حالا تاش به یک رشته تاپ برسه، اما نه لزوما دانشگاه تاپ، میخواد شهر خودش رو بره، شهرستان قبول بشه، این مسیر جواب میده واقعا. یعنی با جدیت با آزمون و خطا بری جلو، به شرط اینکه مدام اصلاح کنی و فکر کنی و روشات رو ببری جلو. اما من راهی که کم هزینه میدونم و میتونه شما رو برای رتبه و دانشگاه تاپ آماده بکنه، اینه که حتما در همین ابتدا مشاور تحصیلی داشته باشید. این مشاور تحصیلی حتی اگه 3 ماه باهات کار بکنه، 5 ماه باهات کار بکنه، بهتر که بیشتر باشه، ولی همون مقدار زمان کافیه برای اینکه روش مطالعه رو یاد بده، آشنات بکنه با فضا، مهارت‌های مطالعه شما رو بهتر بکنه. و بنابراین من توصیه‌ام اینه که حتما با یک مشاور تحصیلی کارو شروع بکنید. حتی خودم هم بخوام هر مسیر جدیدی رو شروع بکنم، حتما از یک کسی که این مسیر رو رفته و میتونه برای من نقش مشاور داشته باشه کمک میگیرم این روزها، چون که هزینه کمک نگرفتن و مشورت نکردن با افراد متخصص خیلی به نظر من زیاده. این مهمترین چیزیه که میگم. برنامه‌ریزی شما عزیز هم باید هفتگی باشه، هم باید روزانه باشه. بدون برنامه‌ریزی هفتگی و روزانه با هم نمیشه رفت جلو. و همین در تابستان نهم به دهم من فقط یه سری توصیه بکنم، اینه که مهمتر از اینکه شما چه مبحثی بخونید، اینه که روش‌های مطالعه رو یاد بگیری، اینه که بتونی مرور کردن رو یاد بگیری، برنامه‌ریزی رو یاد بگیری، حداقل در طول روز چجوری درس رو بچینی، با چه اولویتی، با چه ترتیبی، چطور استراحت کنی، برنامه‌های تفریحی و اوقات فراغت خودت رو حتما تنظیم بکنی توی این تابستون که می‌خوای در طول سال چه کار بکنی. و همین اینها مهمتر از این هستن که شما پیشانی دهم رو بکنی یا 2 تا کلاس ماز ببینی و نبینی. البته اگر خواستی چیزی بخونی، حتما بهت توصیه میکنم که پایه ریاضیت اگر ضعف داره قویش کن. اگر پایه ریاضیت ضعف داره در این تابستون قویش کن. این مهمترین چیزیه که شما نیازش داری در تمامی رشته ها. و بعد اگر تونستین پیشخوانی کنید، یک درس تخصصی اصلی پایه دهمت، یه تجربه اصلی زیست شناسی، شما دهم تجربه است، اونو شروع کن به پیشخوانی کردن. ولی بیشتر سعی کن که تستای کنکور و تستای کتابای تستش رو هم نگاه کنی تا بیشتر آشنا بشی که من چه جوری باید برای چه سبک تستا و سوالاتی بخونم و آماده بشم.